از من ترم بالایی به تو نصیحت. برای دانشگاه به جای ابروهای کادری که خیلی وقت از مد افتاده و سنتو بالا میبره، با این ژل اول ابروهاتو لیفت کن، بعد با این ماژیک جاهای خالیش چند تا تار مو بکش. هم ابروهاتو پهن‌تر نشون میده و هم قدرت لیفتش در حد چسب آهنه. به جای کانسیلرای گچی که زیر چشمتو بدتر خاکستری نشون میدن، اول یه کانسیلر همرنگ پوست خودت بزن، با یه پنکیک همرنگ پوست خودت فیکسش کن و آخر این پودر فشرده سفیدو بزن. اینجوری نه کانسیلر تو خطوط دور چشمت جمع میشه، نه زیر چشمت توسی میشه. همینو اگر به کناره های بینیت بزنی جمع‌تر نشونش میده، زیر گونت بزنی بزرگتر نشونش میده. به جای این رژ لبای مایع که لباتو به مرور پوست و قاچ قاچ میکنن، از این رژ لبای 12 رنگ کره‌ای بزن که هم خط لب هم رژ لب عین کرم روی پوست حرکت میکنه. رنگاشم زیاده و میکاپت تکراری نمیشه. به جای اون لیپ گلاسای قدیمی که عین قیر سنگین بودن و عین چسب لبا رو به هم میچسبوندن، از این لیپ گلاسای دوپ رود استفاده کن که هم لبا رو نرم میکنه هم ترند امساله. و در آخر ترم بالایی تو فالو کن تا کلی از این نکات یادت بده.